درود. ماشینی که دارم کار میکنم بنزه، یه بنز کمپرسی 10 چرخ. کجا هستم؟ اون ور دنیا. با وجود این همه ماشین‌های اروپایی و روز که ما هم که شغل ما راننده جاده است، همه ما رو میشناسن. چرا با بنز کار میکنم؟ دلیلش اینه که بچه‌ها، دوستان، فرزندانتون میگید تو انتخاب همسر خیلی مواظب باشن و به حرف بزرگتراشون گوش بدن. یه انتخاب نامناسب باعث شده 20 سال سابقه بیمه منو به فدا بدم، دیگه بیمه تامین اجتماعی منو ادامه ندم، نریزم. چرا؟ چون از بیمه تامین اجتماعی میان جای منو پیدا میکنن. 21 سکه دادم تا حالا. یه مغازه پوشاک داشتم، همه تو دیدین دادم. سیم کارت منو مصادره کردن گرفتن. بماند که هرچی هم کار کردم تا الان حقوق گرفتم، همه رو دادم. ولی الان اومدم این سر دنیا با بنز کمپرسی کار میکنم. یه کارت بانکی به نام خودم ندارم، چون اگه 10 میلیونم حقوق بگیرم باید برم دیگه. پس مجبورم بیام یه جای غیر رسمی کار کنم. چرا؟ چون من جوان 21 سال پیش یک تصمیم اشتباه گرفتم. الان دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم، همه چی رو دادم. یعنی اگر 10 تا مادر میشینن و گریه کنن بازم کمه. همه میدونن، همه میشناسن، همه از نزدیک داستان منو میدونن. این فیلمم گرفتم که بفرستم دست به دست بشه، برسه دست نماینده‌های مجلسی که دارن قانون مهریه رو تصویب میکنن، بدونن زندگی منو، بچه‌هامو اسیر کرده. یعنی چی؟ یعنی من بعد از 20 سال رانندگی، ریختن حق بیمه تامین اجتماعی، الان دیگه باید ادامه ندم، نریزم، یه کارت بانکی پول نتونم بریزم، 10 میلیون حقوق میگیرم، نباید تو کارت خودم باشه. چرا؟ چون دار ندار منو دادم. الان بچه‌هام از ابتدایی ترین چیزهای حقشونه محرومن. چرا؟ چون باید کار کنم برم اونجا. دیگه نمیخوام بدم، دیگه بریدم. پس آگاه باشین، بچه‌هاتون آگاه کنین، تصمیم اشتباه نگیرید. سختی هایی داره. 1 سال حبس کشیدم، 1 سال فراری بودم، سختی ها کشیدم. 10 تا مادر گریه کنن کمه ها. من خیلی قویم ها، خیلی قویم که این همه سال طاقت آوردم. الانم لب مرز بندر عباس دارم کار میکنم. یعنی چی؟ یعنی اینکه از من به شما نصیحت، بچه‌هاتون تو این آگاه باشن، با دید باز انتخاب کنن. فقط همین، دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. نماینده‌های مجلس، به گوشتان برسه، شما پسر دارین، کاسبان مهریه، خانم هایی هستن متینن ها، مهریه حقشونه ها، ولی زندگی کردن، مرد بدی است. من که لااقل 99% بچه‌هایی که الان صدای منو میشناسن، توی میشنون و توی این پیج هستن میشناسن، بدی نکردم. بگه همین الله توفیق.